در معرکه و در دسترخوان یعنی اورویی و در ضیافت تقدیم کنی هم مسلمان باید یک دانه برنج رو باید اسراف نکنه. یک دانه برنج میگه اگر که دانه برنج در دسترخوان افتی او رو بگیر بخور، اون اجر دارد، ثواب دارد، اون برکت دارد. یا از لقمه چیزی افتی در بالای دسترخوان پاکیزه و تازه اون رو گرفته بخورید. بعضی میدون از روی کبر باشد یا از روی پیروی از فرهنگ بیگانه باشد، ولی دیگر میپرسید میرود دیگر نمیخورد. نه، حتی انسانایی که دانشمندان و یکی از دانشمندان که خیلی ثروتمند هم هستند جای سوالش میکنند که شما همین کمتر آبی که میکشوین پیش شما میگذارید چند میخورید، بعد این رو میگیرید میروید، چرا این ظرف رو میگیرید با خود میبرید؟ میگوید که اگر من نبرم ولو دوام که ضرورت که نوشیدنم پیش آمد ننوشم این آب رو، اینو میپرتویندش. وقتی که پرتافتن اسراف میشود و سبب اسراف شدن اون آب کی هست؟ من هستم و من باید سبب اسراف کاری و اسراف نشوم. برای چی؟ و خاطر میگه که من از همین اسراف نکردنم این همه ثروت و دارندگیم پروردگار این برکت رو برای من داد. پس معلوم میشود کسی که اسراف نمیکند پروردگار با اون برکتش رو میافزاید. پروردگار آشکار و روشن میگوید که شما نعمتهای من رو شکر کنید. استعیذ بالله ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شما اگر شکر کردید من برکت نعمتم رو برای شما می افزایم. اگر کفران نعمت کردید این کفران نعمت شما برای شما عذابی دردناک رو میارد، ناکامی های پی در پی رو میارد. شکر نعمت چی هست؟ شکر نعمت اسراف نکردن در اون نعمت. 4 رکن دارد شکر هر نعمتی. قبل از همه هر نعمتی رو که پروردگار برایت نصیب گردانید نگو که این مهارت قابلیت من است، بگو که این از فضل پروردگار است. هذا من فضل ربی، هذا من فضل ربی، این از فضل پروردگارم است. هر چی که باشد نعمت، نعمتی سلامتی، نعمتی جوانی، نعمتی صحت و سلامتی بدن، نعمتی چشم بینا، گوشی شنوا، زبانی گویا، پای روان، بازوی نیرومند، نعمت خانه، نعمت زن، نعمت فرزند، نعمت کشور آرام، نعمت ملت سرجم و متحد. پراکندگی رو ندیدید چقدر عذاب کشیدند و چقدر مردم سرسون و سرگردان حیران و هر جا بدبخت و آواره هستند. خدا رحم خورد، خدا نشان نده. این همه نعمت است. پس باید مسلمان این همه نعمت رو باید شکر بگوید. این یک نسبت بدهد به پروردگار که این از طرف پروردگار است. این که این نعمت رو شکرش رو بگوید. پروردگار رو شکرانت که خانه هم داده ای، پروردگار رو شکرانت زنم داده ای، پروردگار رو شکرانت که فرزندم داده ای، پروردگار رو شکرانت که ماشینم داده ای، پروردگار رو شکرانت که وطنی آرام دارم، پروردگار رو شکرانت که وطنی آرام و آباد دارم، آبادی و پیشروی از همه جهت. پروردگار رو شکرانت وطنی دارم که مسجدهایش پر از نمازگزار، مسجدهای در کشاده دارد. این همه نعمت رو شکر میخواهد. پروردگار رو شکرانت که رهبر دولت غمخوار نسبت این ملت و این کشور و این دولت غمخوار هست. شکرانت برای این نعمت ها. وقتی که این شکر رو گفتید رکن دوم بجا آمد. رکن اول نسبت دادن به پروردگار، رکن دوم شکر اون نعمت رو انجام دادن. رکن سوم شکر از اون نعمتی که هست، علم باشد، ثروت باشد، یا دانش باشد، یا خیرت باشد، یا اندیشه وسیع باشد، یا بازوی دست و بازوی نیرومند باشد. شکر این رو بجا آوردن یعنی چی؟ به دیگران از این علم، از این هنر، از این کسب، از این قوت، از این یعنی اندیشه های نیک، از خیرخواهی های خودت به دیگران در خودت جمع نگیر. هر چقدر به دیگران روا دیدی، خواستی که به دیگران یعنی دیگران استفاده کنن از این نعمتی که به من داده از پروردگار،
ثروتمندانی داریم که همیشه در کارهای خیر و جمعیتی و صدقه های جاریه فعال هستند که هیچ ندیدیم که سرشون خم شد یا مولشون کم شد. وقتی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگن که من قسم من صدقه ولی چیز زکات بدهید، فطر روزه بدهید، قربانی کند، یتیم بیچاره، باغ، راه، بینای، مسجد، مکتب، یتیم خانه، پیرانسال خانه، هر جایی که باشه مبلغ گذاری میکند، اونش کم نمیشود. برکتش رو در مالش، در عمرش، در زندگیش، در خانهش، خانه آرام، همه فرزند متحد، زن، شوهر، اکا، دادر، اهل، افراد اون عائله همه متحد، همه محترم، یکدیگر رو احترام میکنند و بهترین خانه مثل جنت راحت، همه یکدیگر رو احترام میکنن و همه یکدیگر رو قدر میکنن و زندگی بهترین میگذرد. برای چی؟ بخاطر از اون نعمتی که برایش دادگی از پروردگار و دیگران میدهد به غرض، از برای پروردگار، از برای خدا. حالا عالم دانشمند زیایی فرهنگی، صاحب معرفت و صاحب فرهنگ دیگری که عالم باشد یک آیت حدیثی یا که فرهنگی باشد چند مصرع شعری درباره آداب، اخلاق، احترام پدر و مادر، تربیت فرزند، یعنی آبادکاری، نیک بدن، نکوکار بدن، صالح بدن، مصلح بدن، در این همه چند مصرع شعری به شاگرد یا که به هر نفری که یک جایی که میشیند فضای مناسب هست، یک باید چند جمله از دانش خودش به دیگران میدهد، نه برای شهرت خواهی و نه برای فند فریب مردم که دیگران در نظر اونو دیو که در فکر اونو داخل شود و بعد اونو رو فریب بدهد، هیچ وقت اون کامیاب نمیشود، هیچ وقت اون عزت نمییابد. هم سری داریم، سری از دانشمندان زیایی داریم که قضیه خاص قدرش نمیکنن، اما شاگردان خودش، حتی فرزندان خودش. چرا فرزندانش و شاگردانش قدرش نمیکنن؟ اینجا گپ سر مسئله میرود که باید همون دانشی که دارد خالصا لله به طمع به دیگران بدهد، چی شاگرد، چی همنشین، چی دوست، چی رفیق، چی همسایه، چی همصحبت. کامل میشد سه رکنی چی شکر نعمت. چهارم رکنش اسراف نکردنی در نعمت، اسراف نکردنی در اون نعمت. وقتی که اسراف کرد اون نعمت از پیشش میرود. اسراف در هر نعمتی که باشد، اسراف کرد اون نعمت بی برکت میشد، از پیشش میرود. بعضی رو میبینید که من این داشتم، اون داشتم، این وظیفه داشتم، چیکار کردم، این کردم، اون کردم، حالا ببینید فقط یعنی کارش شکایت. این شکر نعمت 4 رکن دارد، باید مسلمان این 4 رکنی شکر نعمت رو به جا بیارد که یکی از رکنهای اساسیش اسراف نکردن، چون که اسراف کردن نعمت رو از بین میبرد. حالا پروردگار میگه که استعیذ بالله ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. پروردگار هرگز هدایت نمیکند، کامیاب نمیکند، برکت نمیدهد، عزت نمیدهد، سعادت نمیدهد در دنیا و در آخرت انسانی که اسرافکار و دروغگو باشد. اسرافکار و دروغگو از تمام رحمت الهی محروم است. برای همین مسلمان باید هیچ وقت اسراف نکند در هیچ کاری. حالا در آیه کریمه دیگر میگه که این المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر کنندگان، مبذرین یعنی چی؟ اسراف کنندگان، برادر شیطانان میگه. پروردگار میگه که مبذرین یعنی اصطلاحی که با اسراف یعنی قریب است لیکن فرق میکند. حالا میگه که اون اسرافکاری یا مبذری، اسرافکار برادران شیطان هستند. اسرافکار از مبذر چی فرق میکند؟ اسرافکار یعنی اسراف میکند در کار حلال، در بازوی نیرومندش کسی رو آزار میدهد. پروردگار بازی به نیرومندش دادگی است لیکن آزار میدهد، همون اسرافکار است. خداوند عزوجل اون رو دوست نمیدارد.